4 ادویه بسیار مفید برای سلامتی ما وجود داره که باید هممون بشناسیمش. برای همین هر 4 تاشو در قالب یک مجموعه تقدیمتون میکنیم. امیدواریم براتون مفید باشه. زعفران یا به قول فارسی باستانی زعفران یا به قول غربیا سفران. هممون دیگه اینو میشناسیم. گرانترین ادویه و چاشنی دنیا. برای این لقب گرانترین رو گرفته چون تو دنیا زعفرون با کیفیت کیلویی بیشتر از $5000 ارزش داره. اصل ریشه این ادویه از ایرانه و هزاران ساله که تو این منطقه استفاده شده. اما اولین بار 2700 سال پیش آشوریا در مورد اون نوشتن. اجازه بدین معنی اسم باستانیشو بهتون بگم. زر که یعنی طلا، پرانم یعنی نخ، یعنی نخهای طلا. درستم گفته. یک چیز ارزشمند مثل طلا که مثل نخهای نازک میمونه. این نخها که میدونید چیه؟ اینها کلاله ها و خامه های گل زعفرانه که از گل جداش میکنن و خشکش میکنن. زعفرون رو میتونیم بگیم هممون میشناسیم و استفاده میکنیم. حالا بریم بیشتر بشناسیمش. اول از همه باید بدونیم که زعفرون یک آنتی اکسیدانه و آنتی اکسیدانم برای بدن خیلی مفیده چون سعی میکنه جلوی نابودی سلولهای بدن رو بگیره. میدونید که مرتب سلولهای بدن دارن از بین میرن و همینه که انسان پیرتر و پیرتر میشه و آنتی اکسیدان سرعت این کار رو آرومتر میکنه. آنتی اکسیدان حتی میتونه جلوی مریضی رو هم بگیره چون مریضی هم خودش یک صدمه به سلول هاست. بو و رنگ زعفرون کار همون آنتی اکسیدانشه. زعفرون از قدیم برای تقویت قوای جنسی استفاده می شده و الان هم ثابت شده که بسیار کارآمده. مثلا توی آمریکا که قرص ویتامین دی یا ویتامین سی فروخته میشه، قرص زعفرون هم در کنارشون وجود داره که برای تقویت قوای جنسی استفاده میشه. یک خاصیت خیلی مهم زعفرون اینه که ضد افسردگیه. قدیما میگفتن هر کس زعفرون زیاد بخوره انقدر میخنده تا میمیره. پزشکان میگن کسانی که دچار افسردگی هستن اگر روزی 30 میلی گرم زعفرون مصرف کنن خیلی بهشون کمک میکنه. اگر کسی قرص ضد افسردگی استفاده میکنه ما نمیگیم که زعفرون رو جایگزین اون قرصا بکنه، فقط میتونیم بگیم که زعفرون خیلی کمک میکنه. حالا اجازه بدیم بریم سراغ یک خاصیت بهتر، خاصیتی که میتونه جلوی سرطان رو بگیره و اونو عقب بندازه. یک واقعیت ناراحت کننده برای انسان‌ها اینه که 40% مردم دنیا سرطان میگیرن. پس چیز کمی نیست. یه جا اگر 10 نفر انسان حضور داشته باشه میتونیم بگیم 4 نفرشون یه روزی سرطان میگیرن. همونطور که جلوتر گفتیم زعفرون آنتی اکسیدان بالایی داره و آنتی اکسیدان در این مورد هم خیلی خوب کار میکنه چون همونطور که گفتیم جلوی صدمه به سلول ها رو میگیره. سرطان هم که میدونیم چیه، یک سلول معیوب که میخواد سلول های دیگر رو آلوده کنه. پس زعفرون میتونه کمک کنه که سلول سرطانی شکل نگیره یا بندازتش عقب و پروسه توسعه‌اش رو کند و کندتر کنه. طبق گزارش National Library of Medicine که مؤسسه ملی سلامت آمریکاست، در سال 2007 آزمایش کردن و دیدن بهترین چیز طبیعی خوراکی که میتونه به سرطان روده بزرگ کمک کنه زعفرونه. باید بدونید که در آمریکا آمار سرطان روده بزرگ بالاست و دلیلش هم در درجه اول فست فود و کیفیت پایین غذا و دوم سیگار و الکله. پزشکان آمریکا به تمام بیماراشون توصیه میکنن که آزمایش کولونوسکوپی انجام بدن. کولونوسکوپی یعنی با دوربین میرن تو روده بزرگ و مطمئن میشن که سرطان شکل نگرفته یا اگر در مراحل اولشه درمان کنن.
زعفرون نه تنها برای کسانی که سالمن خوبه، بلکه برای کسانی هم که سرطان روده بزرگ دارن خیلی کمک میکنه. یکی از کمک‌های دیگه زعفرون اینه که برای زنانی که قاعدگی دردناک دارن خیلی کمک میکنه. درد قاعدگی رو در انگلیسی میگن menstrual cramps و یعنی مایچه گرفتن. اسمش اینه، مایچه نمیگیره. چون دردش شبیه مایچه گرفتنه این اسمو گذاشتن روش. میگن بعضی چیزا نه بو دارن نه خاصیت، اما زعفرون واقعا بوش هم خاصیت داره. پزشکان میگن حتی بو کردن زعفرون درجه استرس تو میاره پایین و آرومت میکنه. بوش هم که خیلی خوبه. واقعا نمیدونن چرا این بو این اثر رو داره. میگن شاید به خاطر بوی تک خوشبوشه. پلاسیبو که میدونید چیه؟ این کلیپ در آنتن وجود داره. پلاسیبو همون تلقینه که بعضی وقتا خیلی خوب کار میکنه. در سال 2013 پزشکان در آمریکا 6 تا داوطلب رو انتخاب کردن. بهشون نفر یک قرص دادن و گفتن این قرص وزنتون رو میاره پایین. 5 تا از اون قرصای الکی بود که هیچ کاری نمیکنن، اما یه دونشون قرص زعفرون بود. بعد از چند هفته دوباره اینها رو صدا کردن، دیدن هیچ کدومشون لاغر نشده به جز اونی که بهش قرص زعفرون دادن. بهش گفتن تو بعد از این قرص چه فرقی احساس کردی؟ گفت فقط زودتر سیر می شدن و زیاد نمی خوردن. این وزن کم کردن با قرص زعفرون روی همه کار نمی کنه، اما روی بعضیا موثره. یک نکته مهم دیگه، بیماری های قلبی. یک آمار جالب هستش که 1/4 از مردم دنیا توسط بیماری های قلبی فوت می کنن. حالا سکته یا ناراحتی های دیگه. و همین بیماری قلبی به عنوان کشنده ترین بیماری های انسان هم شناخته میشه. متاسفانه تو دنیای امروز ما خیلی از افرادم مادرزادی مشکلات قلبی دارن. پزشکان میگن کسانی که مشکلات قلبی تو خانوادهشون هست، یکی از بهترین کمک‌ها براشون اینه که زعفرون مصرف کنن. 2 تا کار خوب دیگه‌ای که زعفرون میکنه اینه که هم کلسترول رو میاره پایین، هم فشار خون رو. و هممون میدونیم بدترین تخریب برای قلب یکی کلسترول بالاست، یکی هم فشار خون بالا. خب حالا اجازه بدیم یه مقدار بریم بالاتر، بریم تو مغزمون. یک بیماری که در سنین بالا زیاد دیده میشه آلزایمره. آلزایمر یک بیماریه که فعالیت مغز رو کمتر و کمتر میکنه، فراموشی به دنبال میاره و تفکر رو سخت‌تر و سخت‌تر میکنه. پزشکان میگن 3 تا چیز وجود داره که ضد آلزایمره. یکی زردچوبه، دومی ویتامین ای و سومی و مهمترینشون زعفرون. فکر میکنید این چیزایی که راجع به زعفرون گفتیم تازه کشف شده؟ نه، هزاران ساله مخصوصاً در منطقه ما پزشکان قدیمی مصرف زعفرون رو توصیه میکردن. اونها میگفتن هم برای تغذیه خوبه، هم به عنوان دارو. National Institute of Health آمریکا یعنی مؤسسه ملی سلامت این کشور یک مقاله داره در مورد ابن سینا و زعفران. اینم مقالشه. تو این مقاله نوشته که ابن سینا گفته مصرف زعفرون ضد افسردگی، آرام بخش، خواب آور، ضد التهاب، محافظ کبد، داروی تقویت جنسی و محرک زایمانه. حالا زعفرون رو چطوری مصرف کنیم بهتره؟ همه جور. میتونید تو برنجتون بزنید، تو غذاتون بزنید، با چایی دم کنید بخورید، قرصشو بخورید و هر جوری که قابل مصرفه. البته اینم بدونید که زعفران اووردوزش میکشه. اگر کسی بیش از چند گرم زعفرون بخوره مسمومیت ایجاد میکنه و میتونه بکشه. البته احتمال این که کسی چند گرم زعفرون رو در جا مصرف کنه خیلی کمه. زردچوبه، به زبون انگلیسی تورمریک، به زبون زادگاهش یعنی هند هالدی که یک لغت باستانی سانسکریته. هزاران ساله که در هند از این ادویه استفاده شده.
در کنار هند تایلند هم از قدیمی ترین ها در مصرف زردچوبه است. حدود 3000 سال پیش این ادویه از طریق هند وارد خاورمیانه میشه و اولین مدرکش هم نوشته هاییه که در مورد سنگ قبر آشوربانیپال نوشته شده که میگه تصویر گیاه زردچوبه روی سنگ قبر آشوربانیپال حک شده بوده، اما از بین رفته و فقط نوشته هاش هست. زردچوبه تو خاورمیانه متوقف میشه و دیگه به طرف اروپا نمیره تا اینکه 2000 سال میگذره. وقتی میرسیم به قرون وسطا، زردچوبه پاش تو اروپا باز میشه. اروپایی‌ها قبل از زردچوبه زعفرون رو خوب میشناختن، برای همین به زردچوبه میگفتن زعفرون هندی. در تاریخ هم هستش که اروپایی‌ها غذاهای خیلی بیمزه داشتن و بلد نبودن که ادویه به غذاهاشون بزنن، تا اینکه پرتغالی‌ها در سال 1501 میلادی میرن هند و میبینن غذاهای اینها چقدر عطر و بویی داره و مزه‌هاش چقدر خوبه. اونها فهمیدن که این ادویه هاست که غذا رو خوشمزه تر میکنه، برای همین کشتی رو پر ادویه کردن و رفتن اروپا. استقبال اروپایی‌ها خیلی با اکراه بود، چون نمیدونستن که اینها غذاهاشون رو خوشمزه تر میکنه. وقتی اروپایی‌ها فهمیدن که ادویه ها چقدر با ارزشه، جنگ ادویه راه افتاد. اروپایی‌ها نمیدونستن که این ادویه ها نه تنها غذا رو خوشمزه تر میکنه، بلکه کلی هم برای بدن خاصیت داره، مخصوصاً زعفرون و زردچوبه. خب حالا از تاریخ ادویه‌جات بیایم بیرون و بریم سر موضوع اصلی برنامه که زردچوبه است. زردچوبه هم مثل زعفرون شهرت جهانی داره و اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها زردچوبه هم مثل زعفرون توی قرص کردن که اگر کسی با غذا نمیخوره حداقل قرصشو بخوره. کشورهای شرقی از لحاظ مصرف زردچوبه کم و کسری ندارن و تو غذاهاشون میزنن، ولی غربی‌ها زیاد اهل زردچوبه یا ادویه‌های دیگه نبودن و برای همین خیلی در مورد زردچوبه تبلیغ میشه که بخورین، برای سلامتیتون مفیده. در طول تاریخ هندی‌ها و چینی‌ها نه تنها از زردچوبه تو غذاهاشون استفاده می‌کردن، بلکه به عنوان دارو هم مصرف می‌کردن. اونها باور داشتن و دارن که زردچوبه پوست رو بهتر میکنه، دردهای استخوانی رو آروم میکنه و وضعیت هضم غذا رو خیلی بهتر میکنه. خب حالا ببینیم علم پزشکی امروز در مورد زردچوبه چی میگه. دکترها معتقدن که زردچوبه التهاب رو کمتر میکنه و تمام پزشکان معتقدن که هر چیز خوراکی که التهاب رو کمتر کنه برای بدن عالیه. هرچی التهاب‌های مختلف در بدن کمتر باشه، مریضی‌های مختلف هم کمتره. و این قدرت زردچوبه موقعی بیشتر میشه که به همراه فلفل سیاه مصرف بشه. ماده‌ای در داخل زردچوبه وجود داره که بهش میگن کورکیومن. کورکیومن یک ماده ضد آلزایمر. این ماده باعث میشه که نورون‌های مغز فعالتر باشن و همینه که ضد آلزایمرش کرده و درجه افسردگی هم کاهش میده. یک عضو دیگه ای تو بدنمون داریم که خیلی مهمه و زردچوبه یکی از بهترین دوستاشه، قلب. همونطور که گفتیم اون باعث میشه که التهاب ها بیاد پایین‌تر و التهاب در رگ ها هم متوقف بشه و در این صورت قلب خیلی بهتر و دقیق تر کار میکنه. یک آزمایشی در آمریکا انجام شده که دونستنش خالی از لطف نیست. اونها 100 تا بیمار قلبی رو که قرار بود عمل کنن انتخاب کردن، اونم تو جاهای مختلف آمریکا. به 50 تاشون قرص پلاسیبو، دلخوشکنک یا تلقین دادن، به 50 تا دیگه شون قرص زردچوبه دادن. چند ماه بعد که اینها برای عمل مراجعه کردن، پزشکان قشنگ متوجه شدن که اونهایی که زردچوبه مصرف کردن 65% وضعیت رگ‌هاشون بهتر شده. سرطان رو که هممون میشناسیم، یکی از سلول‌های بدن در نقاط مختلف معیوبه و شروع میکنه به رشد تصاعدی کردن. تمام پزشکان معتقدن زردچوبه سرعت این کار رو میاره پایین.
اگر کلیپ زعفرون رو دیده باشید میدونید که پزشکان آمریکا برای کند کردن روند سرطان روده بزرگ به همه میگفتن زعفرون مصرف کنید. در کنار زعفرون اونها زردچوبه هم تجویز میکنن. دکترها هنوز به اون نتیجه نرسیدن که زردچوبه میتونه سرطان رو از بین ببره، ولی در این مطمئنن که میتونه روند رشد سلول معیوب رو کند کنه و سرعت سرطان رو بیاره پایین. هندی‌ها و چینی‌های باستان باور داشتن که زردچوبه آرتروز و دردهای استخوانی دیگر رو آرام میکنه و دکترهای امروز هم هزاران سال بعد از اون چینی‌ها و هندی‌ها متوجه شدن که اونها درست میگفتن و زردچوبه خیلی کمک به آرتروز میکنه. اما این ادویه چطوری به افسردگی کمک میکنه؟ در سال 2016 آمریکایی‌ها بازم یک آزمایش انجام دادن. اونها 100 تا بیمار افسرده رو در نقاط مختلف آمریکا انتخاب کردند. به 50 تاشون یک دارویی دادن به نام پروزک که یک داروی ضد افسردگیه و به 50 تای دیگه شون قرص زردچوبه دادن، اما بهشون گفتن این قرص ضد افسردگیه. بعد از 6 هفته پزشکان مختلف گزارش این بیمارها رو رد کردن. پزشکان اون موقع متوجه شدن که اون 50 تایی که قرص زردچوبه خورده بودن حالشون بهتر از اون 50 تای دیگه بود که قرص ضد افسردگی خورده بودن. خیلی از پزشکان امروز معتقدن که زردچوبه سرعت پیر شدن رو آروم میکنه، به همون دلیل اصلی که التهاب رو میاره پایین، استخوان درد رو کم میکنه و بعضی پزشکا حتی معتقدن که روند پیری پوست رو هم کمتر میکنه. حالا واقعا انسان چقدر زردچوبه باید بخوره که براش مفید باشه؟ دکترها میگن این به سلامتیت و طریقه زندگی کردنت برمیگرده. اونها میگن بین 500 تا 2000 میلی گرم بسته به سلامت شخص زردچوبه برای انسان مفیده. مثلا دکترها به کسانی که آرتروز دارن تجویز میکنن روزی 3 تا قرص 600 میلی گرمی زردچوبه بخورین. حتما هم نباید قرص بخورین. پودرش هم اگر همون مقدار بزنی تو غذات همون کار قرص رو انجام میده. میدونید که 3 تا 600 میلی گرم میشه 1800 میلی گرم و اگر بخوای به گرم تبدیلش کنی باید 1.8 گرم زردچوبه بخوری. بعضی انسان‌ها ژن به خصوصی دارن که نمیتونه روزی بیشتر از 1000 میلی گرم زردچوبه رو هضم کنه. اگر بیشتر بخورن دچار نفق شکمی میشن. برای زنان حامله بعضی دکترها میگن بده، بعضی دکترها میگن نه خوبه و هیچ کدومشون نتونستن ثابت کنن که آیا واقعاً بده یا خوبه. برای همین خانوم‌های باردار باید در این رابطه با پزشکشون صحبت کنن. حالا چطوری باید این زردچوبه رو مصرف کنیم؟ همه جوره میشه مصرف کرد. هندی‌ها مثلا تو چای یا شیر بچه‌شون زردچوبه میریزن که بخورن. غذاشون هم که پر زردچوبه است. ما خودمونم خیلی زردچوبه مصرف میکنیم و واقعا همه چی رو خوشمزه تر میکنن. و اگرم نه قرصشو داری و نه غذایی داری که توش زردچوبه باشه، چای زردچوبه درست کن. پودرشو بریز ته لیوان، آب جوشو بریز روش. نوش جان. معمولاً وقتی در مورد ادویه‌جات صحبت می‌کنیم، داریم راجع به چیزی حرف می‌زنیم که اصالتاً از آسیاست. بیشتر ادویه‌ها معمولاً از چین، هند و خاورمیانه اومده. اما بعضی ادویه‌ها استثنان. ادویه‌ای مثل فلفل کاین که در دنیا بهش میگن کاین پپر. این ادویه حدود 9000 سال قدمت داره و توسط بومی‌های آمریکای مرکزی استفاده می‌شده، جایی که مکزیک امروزی قرار گرفته. مصرف این نوع فلفل بعد به مرور گسترش پیدا کرده و تمام بومی‌های قاره آمریکا ازش استفاده می‌کردن. طبق معمول داستان اینجوری شروع میشه که اروپایی‌ها اومدن به قاره آمریکا، بعد دیدن اینها یه چیزی با غذاشون میخورن که یک کم تنده و غذا رو خوشمزه تر میکنه. دوستاشون رو صدا کردن، گفتن بیا، شما گفتین ادویه فقط تو آسیا هست، اینها هم ادویه دارن. اسپانیایی هایی هم که تو اون منطقه بودن دنبال چیزی بودن که ببرن بفروشن و پول در بیارن. گفتن از این فلفل ها بار کنیم ببریم اروپا. این برای اولین بار بود که فلفل کایان از آمریکا خارج می شد.
اسم اصلی این فلفل به زبان بومیان آمریکا کینها بوده، ولی وقتی میره اروپا یک اسم جدید میگیره. فرانسوی ها بهش میگن کاین و این اسم میمونه روش. دلیل اینکه اسم فرانسوی همه‌گیر شد این بود که فرانسوی ها وقتی این فلفل رو شناختن، از گینه فرانسه بغل برزیل که مال خودشونه بیشترین فلفل کاین رو بردن اروپا و همین کینها رو فرانسویش کردن، گفتن کاین. این تاریخ فلفل کاین بود. حالا خود این فلفل چیه؟ واقعا خوبه؟ آیا ارزششو داره که به غذاهامون اضافه کنیم؟ جواب کوتاش اینه 100%. چون اینطور ادویه‌جات بهترین هاست برای تغذیه، مثل همون زردچوبه یا زعفرون. بیشتر پزشکان دنیا اعتقاد دارن فلفل کاین دوست قلبه. کپسیسین ماده‌ایه که درون این فلفل ها قرار داره و همون ماده هم هست که طعم تندو بهش میده و خاصیتش هم همین ماده بهش میده و میگن برای رگ‌های قلب معجزه است. بسیاری از پزشکان معتقدند که اگر روزی 400 میلی گرم یا 0.4 گرم فلفل کاین استفاده کنی 14% شانس سکته قلبی رو میاری پایین. یک چیز دیگه این فلفل که خیلی به سلامت قلب کمک میکنه اینه که فشار رو میاره پایین. امروزه بجز آمریکای لاتین، آفریقا هم خیلی از این فلفل مصرف میکنن و تحقیقاتی که در این مورد شده دیدن سنین بالا در آمریکای لاتین و آفریقا نه تنها دچار فشار خون نیستن بلکه سکته قلبی هم توشون خیلی کمه. شاید بگین چرا از این فلفل انقدر تعریف میکنین؟ باور کنید تعریفیه. بی خود نیست که انسان‌ها 9000 ساله دارن اینو مصرف میکنن و الان هم جهانگیر شده. یعنی تمام دنیا فهمیدن که این فلفل چقدر خاصیت داره و وارد غذاهاشون کردن. این فلفل هضم غذا رو هم راحت میکنه و همینطور جلوی نفخ شکمی رو میگیره. پزشکان میگن اگر کسی یبوست داشته باشه یا اسهال داشته باشه یه خورده فلفل کاین رو با آب مخلوط کنه و ناشتا بخوره. این خیلی کمکش میکنه. تندی کاین یکی از مفیدترین تندی‌هایی که شناخته شده. یعنی برخلاف خیلی از تندی‌های دیگه که ممکنه معده رو اذیت کنه، این حتی باعث میشه درجه حرارت بدنت یه مقدار بره بالاتر و بیشتر کالری بسوزونی که برای کسانی که اضافه وزن دارن عالیه. اینم مثل زعفرون و زردچوبه، کپسولش هم وجود داره که اگر کسی نمیتونه خودشو بخوره کپسولشو بخوره. هنوز مهمترین چیزشو بهتون نگفتیم. این هم یک آنتی اکسیدان قویه. تو ویدیوی زردچوبه و زعفرون هم گفتیم که آنتی اکسیدان چیزیه که جلوی التهاب‌های مختلف رو در بدن میگیره و همین باعث میشه که احتمال مریضی و سرطان بیاد پایین. یک چیز دیگه که در فلفل کاین پیدا میشه بتا کاروتنه. بتا کاروتن در بدن تبدیل به ویتامین آ میشه که کمبود اون میتونه باعث سرطان‌های مختلف بشه. و همینطور وقتی بتا کاروتن در بدن وجود داشته باشه سیستم دفاعی بدنم قوی تره. با وجود اینکه هندی‌ها دنیای فلفل‌های تندن اما فلفل کاین رو تازه شناختن. یعنی حدود فقط چند قرنه. هندی‌ها این فلفل رو شناختن برای اینکه باهاش سرماخوردگی رو درمان کنن. تو خیلی از خونه‌های هندی برای درمان سرماخوردگی از این فلفل استفاده میکنن. چجوری مصرف میکنن؟ با آب قاطی میکنن، تو چای میریزن و تو غذاشون هم میزنن. دکترها میگن اگر صبحتون رو با فلفل کاین شروع کنید هم روز سلامت‌تری خواهید داشت، همین که در طولانی مدت هم برای بدنتون عالیه. مثلا اگر صبح تخم مرغ میخورید تو تخم مرغ بزنید، اگر مزه‌شو دوست دارید تو چایتون بزنید یا تو قهوه یا هر چیز دیگه. خیلی از پزشکان سنتی تو دنیا فلفل کاین رو برای باز کردن سینوس تجویز میکنن که واقعا هم کار میکنه. کسانی که سینوس هاشون متورمه و بعضی وقتا مشکل تنفس از طریق بینی دارن یه مقدار پودر فلفل کاین رو با آب جوش مخلوط کنن و مثل چای یواش یواش بخورن. کاین خیلی خاصیت داره اما ما فقط اصلیاشو میگیم. یه خاصیت دیگهش اینه که درد استخوان و مفاصل رو کاهش میده. برای آرتروز هم عالیه.
در بعضی از نقاط دنیا به صورت کرم هم استفاده میکنن. یه مقدار روغن نارگیل رو میذارن داغ میشه و یه مقدار پودر فلفل کاین رو باهاش مخلوط میکنن و مثل کرم جاهایی که آرتروزشون مشکل داره میمالن. این یک روش قدیمیه که هنوزم خیلی جاها انجام میشه. اول ویدیو گفتیم که تندی این فلفل به دلیل کپساسینه. همون ماده‌ای که گفتیم چه خاصیت‌هایی داره، ضد سرطان هم هست و میگن این ماده جلوی رشد سلول‌های سرطانی رو میگیره. ضد التهاب بودن فلفل کاین نه تنها پوست رو بهتر میکنه، بلکه برای رشد مو هم موثره. خیلی جاها در هند برای تقویت مو به کار میبرن. نه اینکه بخورن، پودر فلفل کاین رو با روغن زیتون مخلوط میکنن و میمالن روی موهاشون. 30 دقیقه میذارن میمونه، بعد میشورن. خلاصه از مصرف فلفل کاین دریغ نکنید. من خودم تو یک سری از آگهی‌ها خوندم که نوشته بودن فلفل سبز شیرین کاین. اینو باید بدونید که فلفل کاین فقط قرمزه. اگر سبز باشه یعنی نرسیده است. نرسیده‌اش نه تنها خاصیتی نداره، بلکه ضرر هم داره. پس اگر دارن فلفل سبز به اسم فلفل کاین میفروشن، یک فلفل دیگه است، اون کاین نیست. پس فلفل کاینی که رسیده و به درد میخوره باید قرمز باشه. این شکل فلفل کاینه. پودرش هم همیشه باید قرمز باشه. فلفل کاین واقعی باید حتما قرمز باشه، لاغر باشه، اندازش هم بین 10 تا 25 سانتی متره. برای تولید پودر کاین فلفل رو کاملا خشک میکنن و به غیر از دمش بقیهش رو پودر میکنن. یه همچین چیزی به دست میاد. خلاصه حواستون باشه فلفل کاین قلابی نخرید. نوبتی هم باشه نوبت ادویه‌جاته. امروز میخوایم بریم سراغ یک ادویه مرموز و اسرارآمیز، دارچین. این ادویه نه تنها در خیلی از مواد غذایی پیدا میشه، بلکه در شیرینی ها و نوشیدنی ها هم استفاده میشه. حالا چرا این ادویه اسرارآمیزه؟ برای اینکه هیچ کس نمیدونه منشأ این ادویه از کجاست. اولین نوشته‌ای که در تاریخ در مورد دارچین وجود داره 4000 سال پیش در مصر باستانه. در این کتیبه نوشته شده هزاران ساله که مصری‌ها از این دارو استفاده میکنن. منظورشون از دارو هم همین دارچینه. این نوشته ادامه میده مصری‌ها داستان این دارو رو پنهان کردن که هیچ کس به این دسترسی پیدا نکنه. با وجود اینکه این ادویه به مرور زمان در دنیا شناخته میشه، اما نه تنها هیچ کس نمیدونه این از کجا اومده، بلکه خود مصری‌ها هم نمیدونن. در حال حاضر درخت دارچین در بیشتر نقاط دنیا پیدا میشه، اما شجر نامش رو نمیدونیم. میدونید که مومیایی های مصر باستان مثل همین دارچین اسرارآمیزه، چون نمیدونن با چه موادی اینها رو مومیایی میکردن. اما وقتی باستان شناسان یک جنازه مومیایی رو کشف میکنن، خودشون میگن اولین بویی که به مشاممون میرسه بوی دارچینه و اینو فهمیدن که یکی از موادی که لازمه دارچینه، اما بقیه‌شو نمیدونن. بعد از کتیبه مصری ها در مورد دارچین، مدرک بعدی کتاب‌های مقدس یهوده. در اون کتاب‌ها هم دارچین به عنوان دارو شناخته شده. یونانی ها هم در زمان باستان از دارچین به عنوان خوشبو کننده استفاده می‌کردن. ارسطو و هرودوت هم که تا حدودی افسانه سرا بودن، نوشتن که تخم این گیاه توسط پرندگان از آسیا به طرف ما اومده. و جالبه که اسم اون پرنده هم گذاشته بودن سینموگلس. سینمن که همون دارچینه، سینموگلس هم یعنی پرنده دارچین که در انگلیسی هم به دارچین میگن سینمن.
در دوران روم باستان این دارچین به قدری عزیز میشه و کمیاب که نوشته شده در اون زمان برای 350 گرم دارچین باید 4 سال کار کنی تا پولشو تهیه کنی. در اصل اون موقع یکی از انحصارهای اولیه شکل گرفته بوده. یک سری که دارچین در اختیار داشتن کمبود مصنوعی ایجاد کرده بودن و قیمتها رو به شدت برده بودن بالا. یه جورایی مثل الماس در حال حاضر که اصلاً کمبودی درش وجود نداره، ولی بازار الماس دست یک عده به خصوصه و اونها قیمت تعیین میکنن که در ویدیوی الماس مفصل در موردش صحبت کردیم. در طول تاریخ تو هر منطقه‌ای برای دارچین داستان خودشونو ساخته بودن. مثلا مردم مصر میگفتن از اتیوپی اومده، یونانی‌ها که میگفتن پرنده‌ها از آسیا می آوردن، رومی‌ها و ایرانی‌ها میگفتن از هند اومده، هندی‌ها میگفتن اصلا نمیدونیم از کجا اومده. خلاصه هیچ کس نمیدونه که این گیاه اولین بار در کجا پیدا شده و بعد جهانگیر شده. حالا دارچین چیه؟ اصلا میوه درخته؟ دارچین پوست درخته، نه میوه نه برگه. برخلاف ادویه های دیگه پوست درخته. تا 1500 سال پیش دارچین به عنوان دارو استفاده می شده، اما بعد از این تاریخ تو آسیا متوجه میشن که این چقدر غذا رو خوشمزه میکنه. این هم یکی از اسرار دیگه. معلوم نیست کدوم منطقه این کار رو شروع کرده، ولی مطمئنیم که توی آسیا بوده، چون غرب اروپا اصلاً ادویه‌جات رو نمیشناختن. همین دارچین رو پرتغالی ها در قرن 15 به اروپا میبرن، موقعی که برای اولین بار به هند رفته بودن. چند سال بعد هم اسپانیایی ها در فیلیپین با دارچین آشنا شدن و دیگه کل اروپا شناختنش. اما هیچ موقع این گیاه تو اروپا به عمل نیامد. برای همین پرتغالی ها وارد سریلانکا میشن و مردم اونجا رو برده میکنن که دارچین برداشت کنن و یک درآمد مهم پرتغالی ها همین دارچین بود که مفت از سریلانکا به اروپا میبردن و اونجا گرون میفروختن. از همون زمان سریلانکا به مرکز چای و دارچین تبدیل شده و هنوز هم بهترین چایی ها و بهترین دارچین ها از اونجا میاد. همین دوتا محصول سیلان باعث شد که اروپایی‌ها سر اینجا جنگ و دعوا هم بکنن. نه برای 1-2 سال، قرنها اینا تو سر و کله همدیگه میزدن تا صاحب ادویه‌جات و محصولات اینجا بشن. بعد از پرتغالی‌ها هلندی‌ها میگیرن تا اینکه انگلیس‌ها میان میگیرن و قائله رو میخوابونن. فرانسوی‌ها هم دارن این بساط رو نگاه میکنن و میگن پس ما چی؟ این همه سرزمین تو آفریقا و کارائیب داریم ولی توی آسیا هیچی نداریم. دولت فرانسه یک گیاهشناس فرانسوی رو مأمور میکنه به نام پیر پواف که به صورت مخفی بره سیلان که گیاه و بذر دارچین رو بدزده و ببره سرزمین‌های فرانسه تو کارائیب. این آقا کارشو درست انجام میده. بذر رو نشای این گیاهو به کارائیب میبره و فرانسوی ها هم با برده های آفریقایی شروع میکنن به کشت دارچین. این کار فرانسه باعث میشه که انحصار دارچین بشکنه و قیمت دارچین تو دنیا بیاد پایین. بیشترین ضرر رو هلند میکنه چون درآمد اصلیش دارچین بود و اقتصادش حسابی زمین میخوره و از اون به بعد دیگه نمیتونه با قدرت‌های دیگه اروپایی رقابت کنه. فرانسه باعث شد که یک ادویه لاکچری که فقط پولدارها میتونستن بخرن همه‌گیر بشه و تو خونه همه پیدا بشه. در حال حاضر 4 کشور دارچین تولید میکنن. بالاترین تولید در اندونزیه که 1/4 مصرف دنیا رو داره میده. بعدش ویتنامه، قسمت‌های جنوبی چینه و با کیفیت ترین دارچین در سریلانکا به عمل میاد. وقتی پودر دارچین رو از فروشگاه میخرین 99% دارچین اندونزیه که پودر شده. بعضی فروشنده ها میخوان دارچین اندونزی رو به نام سریلانکا بفروشن که یک نوع کلاهبرداریه. کارشناسان دارچین میتونن از بوی دارچین متوجه بشن مال کجاست، چون مال سیلان بوی خاص خودشو داره.
همشون بوی دارچین میدن، ولی فرقهای کوچیک بینشونه که کارشناسان میفهمن. یه جورایی مثل زعفرون. حالا این ادویه‌ای که تاریخچه‌شو فهمیدیم، آیا برای بدن ما مفیده؟ یعنی چیز خوبیه؟ بله، خیلی ادویه عالیه. این ادویه سرشار از آنتی اکسیدانه، یعنی ضد التهاب. دارچین میتونه سیستم دفاعی بدن رو قوی تر کنه. برای همین تو فرهنگ‌های شرقی وقتی سرما میخورن دارچین میخورن که خوب بشن. دکترها نمیتونن تشخیص بدن که این واقعا سرماخوردگی رو خوب میکنه یا نه، اما اینو تشخیص دادن که این ادویه قند خون رو میاره پایین. مصرف روزانه دارچین نه تنها فشار خون رو کنترل میکنه، بلکه کلسترول هم میاره پایین و مثل خیلی از ادویه‌های دیگه هضم غذا رو راحت تر میکنه. خلاصه هنوز تو خیلی از فرهنگ‌ها دارچین به عنوان دارو مصرف میشه. بیراه هم نمیگم، چون واقعاً یک ادویه مفید برای بدنه. چه غذای شیرین داشته باشید یا غذای شور داشته باشید یا ترش، اگر دارچین بزنید خوشمزه تر میشه و کلی هم مفیده. کمتر گیاهی تو دنیا پیدا میشه که محل تولدش نامعلوم باشه. برای همینم هست که میگن دارچین گیاه اسرارآمیز.